سلام، امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشین. در هر گوشه از این دنیا که هستین با فامیل محترمتان شب و روز خوب را سپری کنید. من فیصل هستم در خدمت شما در این کانال با 5 نکته و دانستنی جالب در مورد افغانستان در خدمت شما هستم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نره، حتما بزنید و بریم سراغ ویدیو. دانستنی اولی که میخوایم در مورد صحبت کنیم و باید بدانید در مورد افغانستان، شهر غزنی و اهمیت آن در دل تاریخ افغانستان و جهان است. غزنی در دوران غزنویان یکی از مهمترین مراکز علم و فرهنگ در منطقه بود. تصور کنید شهری که دانشمندان و شاعران از سراسر منطقه برای یادگیری به آن سفر میکردند. این شهر دارای کتابخانه‌های با هزاران جلد کتاب بودند که معرفت و دانش را در دل خود جای میداد. اما نکته جالب و جنجالی این داستان جایی است که بسیاری از این کتاب‌ها به غارت رفتند و هنوز جزو گمشده‌های تاریخی جهان هستند. این یعنی افغانستان آن زمان نه تنها یک مرکز فرهنگی بود، بلکه میراث عظیمی داشت که متاسفانه دیگر ما را نداریم. فکر کنید اگر این کتاب‌ها حفظ شده بودند، امروز چقدر می‌توانستیم از دانش و علم گذشتگان ما بهره ببریم. خب دانستنی دومی که میخوایم در مورد صحبت کنیم ابوریحان بیرونی و سفر بزرگش به هندوستان است. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ افغان بیش از 16 سال در هند زندگی کرد و علوم و فرهنگ و دین مردم آنجا را مستند نمود. او نه تنها ریاضیات نجوم را توسعه داد، بلکه تاریخ و فرهنگ هند را هم ثبت کرد. جنبه بحث برانگیز ماجرا این است که آثارش درباره هند هنوز هم مورد تحقیق و تحلیل دانشمندان است و نشان می‌دهد که نگاه یک دانشمند افغان چقدر پیشرو بوده. بیرونی با دقت و وسواس علمی اطلاعات را ثبت کرد که حتی امروز هم پژوهشگران برای درک آنها تلاش می‌کنند. این یعنی افغانستان نه تنها فرهنگ و شعر بوده، بلکه در علم هم نقش خیلی بزرگی داشته. خب دانستنی سومی که میخوایم در مورد صحبت کنیم در زمان ظاهرشاه و زندگی اشرافی کابل است. در زمان حکومت ظاهرشاه کابل شهر مدرن و آرام بود. مردم زندگی نسبتاً راحتی داشتند و امکانات شهری و آزادی ها در مقایسه با بسیاری از شهرها و مناطق مختلف دنیا و جهان بهتر بود. اما نکته جنجالی این است که بسیاری از مردم معتقدند که آن زمان آزادی و رفاه بیشتری مردم نسبتاً به امروز دارند. تصور کنید روزهایی که مردم بدون نگرانی از جنگ و ناامنی و یا انفجار و قتل و یا هر چیزی آزادانه زندگی خود را میکردند در بازارها، شهرها و زمینهای خود، و حالا اون امنیتی که آن زمان داشتیم دیگر نداریم. دانستنی پنجم در مورد زعفران افغانستان است. افغانستان یکی از مراکز قدیمی زعفران در آسیا است و یکی از بهترین کیفیت‌ها را دارد. بیشتر دنیا فکر می‌کنند زعفران فقط برای ایران یا اسپانیا است، ولی تحقیقات کشاورزی ثابت کرده که اقلیم هرات و غرب افغانستان یکی از بهترین و مناسب‌ترین خاک برای کشت و حاصل زعفران بوده و هست. به خاطر ارتفاع، خشکی هوا و خاک سبک، زعفران هرات از لحاظ رنگ، عطر و بو در رده‌های اول جهان قرار می‌گیرد. چندین بار هم در مسابقات امتیازات از اسپانیا رتبه بالاتری گرفته. جالبترش این گیاه ظریف و لوکس 100% با دست چیده می شود و یکی از تمیزترین محصولات صادراتی افغانستان بیرون از این کشور است. خب دوستان عزیزم، بسیار زیاد تشکر که با این لحظه ویدیو با من همراه بودید.